دوستان عزیز سلام، دکتر بهار هستم. امروز گپ میزنیم درباره تشویش. اگه شما پروگرام گذشته را درباره افسردگی و دپرشن ندیدین و به این شکل درباره مریضی های عصبی و مغزی، شما خواهش میکنم اول پروگرام رو ببینید تا برای شما آسان‌تر شه فهمیدن این قسمت. تشویش ببینید اینجا است به شکل سیم های که باز شده و پوشایش خراب شده در داخل مغز. اینا عکس العمل میکنن به هر چیزه. تشویش در حدود 2 اندازه زیادتر است، 2 تا 3 اندازه زیادتر است در بین خانم ها نسبت به مردان یا آقایان. تشویش به شکل دیده میشه که هر ثانیه هر دقیقه گروپ الارم سوختن یک منزل چالان می باشه در هر قسمت. این تشویشی را که شما میبینید در وقتی که یک امتحان دارن، ما درباره از این تشویش گپ نمیزنیم، به این شکل یک تشویش سفره دارن. این به جمله تشویش های مریضی نمه، این یک عکس العمل عادی است. ما اگه یک خانم فکر میکنن که در یک قریه تیر میشه سر راه و یک سگ سر از حمله میکنه و این خانم دو عکس العمل نشان میده، یا از سگ فرار میکنه که این به انگلیسی میگن فلایت، در سگ حمله میکنه و این میگن فایت که بتونه از خود دفاع کنه. این یک عکس العمل عادی است. این کدام از جمله مریضی های تشویش نمه، در صورتی که اینا این مسئله را خاموش کنن، فراموش کنن. مشکل اونجا پیش میشه اگه این خانم درباره از این حالت سگ از 6 ماه زیادتر فکر کنه که خورخوندهش اومده به خاطر خوردن چای یک جای قصه کردن، این فکر میکنه درباره از این سگ. وقتی که خانه را پاک میکنه فکر از این سگ میکنه و به این شکل در آشپزخانه وقتی که نان جور میکنه هم این فکر سگ میکنه و این به شکل دوامدار یک مریضی میشه. این میگن مریضی تشویش. به این شکلی خانم میبینین شما یک عکس العمل بسیار جدی و غیر نرمال نشان میده در مقابل یک سگ که آرام است و در داخل قفس. چه علائم فیزیکی داره یک نفری که دچار به تشویش شده؟ تپش قلب بسیار زیاد است، تنگ نفسی دارن، اینا فشار از اینا در بالا به این شکل احساس میکنن که فشار در قفس سینه زیاد شده، اینا را لرزه میگیرن، تکان میخورن، عرق زیاد میکنن، مشکلات معده و هضم، سرچرخی دارن. اگه این مشکل به شکل دوامدار باشه از تاثیر هورمونا بعض خانم‌ها حتی مشکلات بی طفلی دارن. علائم عصبی و مغزی از اینا اکثرا فکرای بسیار زیاد بد دارن، ترس دارن، نزدیک دیوانه میشن، ترس مردن دارن، سرچرخی، فکر و پریشانی یا بیخوابی بسیار زیاد است. خصوصا قسمت آخر بیخوابی بسیار جدی است. اینا را آهسته آهسته باز افسردگی میده. علائم تشویش در مردا به دیگر شکل است. اینا بیشتر بیرونی یا فیزیکی است. اینا قهر و جنجالی میشن، بسیار زیاد تشویش زیاد میکنن، زود عصبانی میشن، اینا میخوان هر چیز کنترل کنن، سر هر چیز کنترل داشته باشن. بعض وقت فرار میکنن از تشویش، فرار میشن از مواد مخدرات یا مصروف میکنن در موبایل یا کدام گیم. درد جسمی برای اینا پیدا میشه، درد سینه، درد قلب، مشکل معده، درد کمر. اینا زیادتر نشان میدن نه از نگاه عصبی که از نگاه فیزیکی. تشویش سه علت داره، یک از نگاه ژنتیکی و ارثی است، یک علت دیگه طرز فکر است و علت دیگه زندگی روزمره است. ارثی میتونه یک اندازه مشکلات ما داشته باشیم که تشویش از ما، از پدر مادر یا از پدرکلان مادرکلان برای ما بانه. به این شکل زندگی روزمره برای ما همیشه یک اندازه تشویش میده. قسمت طرز فکر ما بسیار زیاد کلان نوشته کردیم. به خاطر از این مریضی تشویش نسبت به افسردگی قدر فرق داره که بسیار با آسانی حل میشه و جور میشه اگر شما طرز فکرتان تغییر بدین. به اون شکل که افسردگی حل میشه توسط طرز فکر، تشویش از اون که بسیار زیاد بهتر حل میشه که طرز فکر مثبت و طرز فکر دادن زیادتر کمک میکنه به تشویش، مریضی تشویش نسبت به افسردگی. ترس ها مختلف است. بعضی ترس هاست که حمله ناگهان سر از اینا من، بعضی ترس هاست که اینا، بعضی تشویش هاست که اینا به شکل دوامدار فکرهای خراب و ذکرهای خراب درباره هر چیز و همیشگی دارن. میترسن از بعضی حیوانات، حشرات، از خون یا از جای بلند. بعضی ها میترسن که در یک بازار برن سودا بخرن، خوش ندارن اینا. به این شکل این مردم بسیار زیاد میترسن از اینکه بیخی تنها در خانه بانن. بعضی ها ترس و تشویش از این داره که مریض شون یا به کدام مریضی دچار شون. بعضی ها تشویش از این دارن که از فامیل و دوستا دور باشن. شکل گملا سر شما به که مثلا درباره از خانم ما گپ زدیم که از سگ میترسید، ما یک راهنمایی داریم به نام 333. این چیز که بسیار مهم است که اگر به این شکل حمله آمد، سه چیزی که میشنون او را بلند بگوین، سه چیزی که میبینن او را با آواز بلند بگن. به این شکل یک سه چیزی که در اطراف از اینا سرشون دست بانن و با آواز بلند بگن تا که این حمله از اینا دور شود. اگر این مشکل به شکل دوامدار باشه، باز ما اینا رو به این شکل تداوی میکنیم که هفته اول خانم ما برای از اینا عکسای یک سگک خورده نشان میدیم بدون از اینکه کدام ارتباط دیگه باشه. در هفته دوم باز به این شکل میکنیم که خانم خودشون در داخل خانه است یک جای و در بیرون خانه یک سگ میباشه که تیر میشه و کدام ارتباط بین از اینا نیست. هفته سوم اگر خانم خواسته باشه همراهشان برای اینا ارتباط پیدا میکنن همراه سگ از دور. هفته چهارم سگا در قفس میباشن، اینا میان به نزدیکی از اینا میبینن که آیا مشکلات برای اینا پیش میشه یا نه. و به شکل هفته پنجم میبینیم که اینا با هم یک جای شش تا میتونن. بعد هفته ششم
اینا ارتباط با هم پیدا میکنن. این مشکل تنها در قسمت سگ نیست، تداوی در هر نوع ترس و تشویش آدم میتونه از استفاده کنه. چیزی که بسیار مهم است که از چیزی که یا شخص از میترسه از دوری کنن تا که میتونن مثلا بعض فکرها یا ترس یا تشویش جنگ ها رو داره از اونها دوری کنن، از اخبار بعضی از سگ داره اینا کوشش کنن که فکر تغییر بدن. گپ زدن همراه اعضای فامیل که شما همراهشون ارتباط خوب دارن بسیار خوب است. ورزش مثل پیاده روی بسیار کمک میکنه. گلدوزی، خیاطی، خانه پاکی، مصروفیتی که شما را از فکرهای تشویشی دور میسازه بسیار خوب است. دواها داریم که میتونیم از استفاده کنیم. ببینید CBT همین طرز فکر است که ما برای شما در قسمت دیگه نشان دادم. مهمترین تداوی به درجه اول طرز فکر است. بعد از دوایی به نام SSRI که ایره برای شما در پروگرام گذشته معلومات دادم. درجه دوم SNRI است. درجه سوم دوای نو است به نام پرگابالین. ما که زیاد استفاده میکنم برای وقتی که ضرورت باشه. دوای آنتی هیستامین میگن و بیتا بلاکرز. این در صورتی که ضرورت باشه برای موقتی، برای وقتی که سر مریض یک حمله بیاد. ما گفتیم که افسردگی کمبودی هورمون است از سروتونین و دوپامین. به این شکل تشویش که از تعداد اندازه سروتونین و دوپامین از اندازه زیاد است و تولیدش و نارامی در مغز خیلی زیاد است. این فرقشان است. کلانترین مهم فرق تشویش و افسردگی است که تشویش همیشه درباره آینده است، ترس از آینده است و افسردگی جگرخونی درباره گذشته است و فکر درباره از افسردگی درباره گذشته، تشویش درباره آینده. گفتیم که تشویش که درباره آینده است و افسردگی درباره گذشته. در اینجا مولانا در یکی از شعرهای خود بسیاری را به شکل آسان حل کرده و میگه که ماضی و مستقبل است تو دید حق، هر دو را چون نار در دوزخ بزن. گذشته و آینده را فراموش کو و فقط دمی لحظه زندگی کو. هر دوش آینده و گذشته را بسوزان، چرا که این نور خدا را از پیش ما دور میکنه. یک شعر دیگه مولاناست. گفتم ز کجایی تو، تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، باقی همه دردانه. بهترین قسمت این شعر که است قسمت آخریش است. به خاطر از اینکه ما تبدیل شویم به دردانه باید یک مشکلات تیر کنیم در زندگی. ببینید دردانه به خاطر از اینکه یک دردانه تولید شود اول تنهایی احساس میکنه، تاریکی احساس میکنه، فشار زیاد احساس میکنه و وقت میگیره تا یک دار تولید شود و یک دانه خرد تبدیل شود به زو دار جور شود. تبدیل شدن ما شما هم به یک دردانه به این شکل مشکلات زندگی است و اونا را باید به شکل منفی نبینیم. طرز فکر ما تغییر کنه. یکی از شعرهای مشهور مولانا است که میگه شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. کامیابی و آزادی از تشویش و افسردگی در کتاب‌های مولانا خیلی زیاد است. ما در قسمت پروگرام‌های گذشته برای شما گفتم تا این اندازه که اشخاص مثل جورج ایوانوویچ که یک روسی فرانسوی بود و رئیس یک اینستیتوت بود، اینستیتوت سیکولوژی، آمد در حدود 100 سال پیشتر در هرات همراه صوفیای ما تا راز و طریقه خوشی زندگی را و فراموش کردن تشویش و افسردگی را یاد بگیره و این برای اروپایی‌ها راهنمایی میکردن و یاد میدادن. خوشبختانه اینا به زبان ما و شما به آسانی هست و میتونیم خود ما به شکل آسان و زبان آسان مطالعه کنیم. روز خوش. تشکر بسیار زیاد.